دسته خودش را نمی برد. سلام آقا. علیکم سلام. این سیگارتو خاموش کن. برای چی؟ برای اینکه اینجا پارکه، الانم دوم ماه رمضان، تو حق نداری. برو آقا برو ولمون کن سیگارتو خاموش. دارم میگم سیگارتو خاموش کن. تو مکان اومدی داری سیگار میکشی. وادی اصلا صادق درست ساعت. بهت میگم سیگارتو خاموش کن. سیگارتو خاموش کن. سیگار منو میندازی؟ بله که میندازم. سیگار منو میندازی. وادی دست با من صحبت نکن. اینجا نباید سیگار بکشی. فکر کردی محلتون خبریه. از کدوم محله پا شده من اینجا؟ درسته. آقا شو. آقا ممکنه آدم خطرناکی باشه. اگه بهم حمله کنه چی؟ بی خیال بابا. قو از گناهان کبیره. سلام آقا. تو ماه رمضان داری وسط پارک داری روزه میخوری. روزه نمیخوای بگی ساندویچو بذار تو کیفت. چی شد؟ چی شد آقا؟ چی شد آقا؟ من همینو دارم میگم وسط پارک. من چیزی نگفتم. آقا من مسافرم عمو. شاید مسافر باشه بنده خدا. چرا تهمت روزخواری میزنی؟ تهمت. آقا سلام. سلام علیکم. الان ماه رمضونه، شما دارید آب میخورید، اونم توی پارک مردم رد میشن، خیلی قشنگ نیست. اگرم میخوای آب بخوری روزه آقا من چیزی نه. زندگی من سنگ کلیه دارم. 5 سال من درگیر بودم. آرزوی یه روزی گرفتم. یعنی خدای بالا سرمون شاهده. بنده خدا شاید مریض باشه. خدا ایشالا همه این مریضا رو شفا بده. چی کار میخواد بکنه این پیرمرده؟ الان چاقو در میاره میزنه شکمشو سفره میکنه. اینا که نهی از منکر سرشون نمیشه. اگه خواست بهش حمله کنه چی؟ وظیفه دارم کمکش کنم؟ ظاهرا پیرمرده بهش گفت. دیگه لازم نیست من بهش بگم. از گردنم افتاد. نام دیگر حیوان سر در برف. تیهو.